بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز در بندگی الله متعال بهتر از دیروز سپری بشه. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت و این توفیق نصیب راه ما شد تا به همراه شما عزیزان در یکی دیگر از برنامه‌های سفره دل گرد هم بیاییم و بررسی دیگری از دغدغه‌های جوانان و بلکه کل خانواده ها. در برنامه امروز هم خوشحالیم که جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز هم همراه ما داخل استودیو هستند. من پیشاپیش به نمایندگی از شما عزیزان عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت جناب دکتر و خوش آمد میگم حضورشون رو در استودیو. خوش آمدید جناب دکتر. خیلی خیلی ممنون. بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم هم خدمت شما و هم خدمت دست اندرکاران شبکه و از اینکه باز فرصتی در اختیار بنده گذاشتید تا در خدمت بینندگان عزیز باشم کمال تشکر و سپاس رو دارم. همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت شما عزیزان و خوبان که سفره دلتون رو پهن میکنید و پذیرای ما هستید. انشالله که بتونیم با هم دست در دست هم گره های خانواده ها و جامعه ها رو بکشاییم و به خصوص ما جوونا بتونیم حداقل در مسیری که انتخاب میکنیم یه مقداری دقیق تر باشیم از نسلی که گذشت، یه مقداری با دقت تر گام برداریم. انشاءالله در خدمت شما هستم. خدمت از ما جناب دکتر. همراه جناب دکتر و شما بینندگان عزیز و ارجمند همچنان موضوع برنامه‌های گذشته رو پیگیری خواهیم کرد. موضوعی که به هر حال مورد توجه و مد نظر بسیاری از جوانان دم بخت، جوانان منتظر ازدواج، جوانانی که چشم به راه، حالا به تعبیرهای خودشون نیمه گم شده خودشون هستن، چشم به راه یک اسب سفیدند بعضی از خواهران و یک سواری بر این اسب سفید که ماشین آخرین مدل داشته باشه و مدل مدرک آنچنانی داشته باشه و ثروت فراوان داشته باشه و تنها پسر خانواده هم باشه و بعد دیگه خواهری هم نداشته باشه که دیگه باز موی دماغ عروس خانم بشه و پدر مادرش هم عمرشون از 100 بالا باشه و به هر حال و در مقابل آقا پسرها هم به هر حال قبل از این که انشاءالله وارد بهشت بشن میخوان که تجربه بهشت رو در دنیا داشته باشن، خلاصه کلام، و یک بانوی بهشتی داشته باشن در جمالش و در کمالش و در مالش و اون هم به هر حال باباه پسری نداشته باشه، موی دماغ آقا پسر بشه و از این خواسته ها زیاده. امیدواریم که الله متعال نصیب بکنه برای عزیزانی که دوست دارن در چارچوب رعایت شرع و منافاتی نخواهد داشت اگر کسی به نیت اینکه دنیای خودش رو حفظ بکنه تا مبتلا نشه به انحرافات و در چارچوب رعایت دینش. امیدواریم که الله متعال همه عزیزانی که دوست دارن به هر حال یک نیمه گم شده‌ای با این توصیفات پیدا بکنن، علاوه بر این الله متعال همچین نیمه گم شده‌ای رو مزین بکنه با صفات ایمان و اخلاق تا انشالله در زندگی و آخرت خوشبخت بشن. در برنامه‌های گذشته به همراه شما درباره همسر مناسب و فن انتخاب همسر و راهکارهای انتخاب همسر صحبت کردیم. از دید آقا پسرها، البته دید آقا پسرها رو کنار گذاشتیم، سعی کردیم در لابلای آیات کلام الله مجید و در لابلای احادیث گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم و در لابلای تجربه بزرگانمون، بزرگوارانی که به هر حال چند صباحی بیشتر از ما و شما زندگی کردن و تر و خشک روزگار رو تجربه کردن، از اونها هم استفاده کنیم و ببینیم که یک دختر مناسب، یک خانم مناسب برای آقا پسری که میخواد بره خواستگاری چیست. درباره ایمانی صحبت کردیم، درباره
همچنین بعد از ایمانش درباره صفات صالح بودنش صحبت کردیم و سخن گفتیم. درباره بحث جایگاهش هم صحبت خواهیم کرد، جایگاه اجتماعیش انشاءالله. موارد دیگه هم سخن گفتیم و در ابتدای صحبت برای عزیزانی که شاید با ما نبودن در برنامه‌های گذشته، مواردی که ذکر شده آنچه که جناب دکتر نیاز ببینند مطرح خواهند کرد تا ادامه بدیم موضوع رو و موارد 10 گانه‌ای رو که جناب دکتر گفته بودن 10 مورد رو مد نظر داشته باشید. هر کدوم رو یک نمره 10 از 1 تا 10 بدید، همه رو با هم جمع کنید. 75 رسید خوبه، یعنی 75 به بالا گزینه مناسبی است. و از این موارد فکر کنم 4-5 تاشو ذکر کردید جناب دکتر. اگر خلاصه‌ای بگید و در خدمت شما هستیم ادامه مستر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یک قصه زیبایی بیادم افتاد که اینو بگم تا پیش زمینه خوبی باشه برای تغییر و تحول ایجاد کردن در به اصطلاح مسیر زندگی. آوردن که آقایی اومد شهر رو میخواست بره مسجد نماز بخونه. خب اومده بود سوار بر الاغش، خب میخواست الاغش رو جایی ببنده، تنابی همراهش نبود. گذاشت این ور اون ور، دید یه دکانداری اونجا هست، رفت گفت آقا ببخشید یه تنابی داری من الاغمو اینجا ببندم برم نماز؟ گفت که نه من تناب ندارم. اما شما نیاز به تناب نداری؟ گفت چطور الاغ رو بذارم اینجوری؟ خب میذاره میره. گفت بابا این الاغ هست آدم که نیست. خب شما برو دور گردنش یه حرکتی بده انگار که تنابی بستی، مثل همیشه که به اصطلاح میبستیش، بعد اون به اصطلاح بهش نشون بده که داری اینو گره میزنی به جایی و براش یه نقشی بازی کن و الاغ فکر میکنه که بستی جایی نمیره. یعنی الاغ انقدر وضعش داغونه چیزی هست که روش یه روتینی هست که روش عادت کرده، این رو بهش نشون بده، اون که نگاه نمیکنه. خب اومد همین کارو هم کرد. خب گذاشت رفت، بعد از 2 ساعتی اومد دید الاغ سر جاشه، سوار شد که بریم. حالا هر چی کاری میکنه الاغ حرکت نمیکنه. هی بابا وردو بریم بابا، هی حرکت نمیکنه. باز پریشان شد که چی شده از این الاغ رو. صاحب دکان دیدش، گفت کجا؟ گفت میخوام برم، الاغ راضی نیست بره. گفت مگه تنابو باز کردی؟ گفت کدوم تناب؟ من که تنابی نبسته بودم. گفت بابا اگر این الاغ میدونست که تو تنابی نبستی که میذاش میرفت. خب یه تنابی وهمی شما گذاشته بودید و این رو بستی. فکر میکنه که بسته است هنوز. الان پایین شو همون تناب وهمی تو باز کن. این هم بنده خدا حرف شنید، بلند پایین شد، تناب رو باز کرد، شکل در به اصطلاح حرکتی باز کردن تناب از جایی که بسته بود گذاشت و به اصطلاح از گردن الاغ هم تناب رو باز کرد و انداخت دور. همه این حرکت ها رو انجام میداد. خب الاغ مطمئن شد که دیگه تناب باز شده، سوار شد، الاغ هم 4 نعل به حرکت در افتاد. ما در محیط زندگیمون هممون از روند قضایای اجتماعی که مشکل آفرین هست، به خصوص قضیه ازدواج، شیوه انتخاب، نمیدونم عادات و رسومایی که ما خودمون ساختیم، اینها یک نوع اوهامی هست که در عقل باطن ما بر مسیر به اصطلاح زندگی نمیدونم مدت‌ها رسوباتی است که جمع شده. خب وقتی که من و شما داریم حرف میزنیم الان خیلی راحت داریم برای مردم خط و نشان هم میکشیم، کار باید بشه فلان بشه. وقتی نوبت خودمون میاد میبینیم که همون تناب وهمی که تو عقل باطن ما شده، ما این رو آوردیم تو عقل ظاهر خودمون، اون رو هم گره زدیم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که ما با یک عادات و رسومی در جامعه مواجه هستیم. همه ما میدونیم وقتی که به اصطلاح تو گردن کسی دیگه باشه، هممون میدونیم که اینا وهمی هست. بده، خوب نیست. خب این شیوه انتخابشون درست نبود، آقا نمیدونم شیوه اجرای خواستگاری درست نبود، نمیدونم نحوه ازدواج، مخارج و عادات و رسوم و فلان، همه اینا ما نقد داریم. همسایه‌مون رو انتقاد میکنیم، خویشامون رو انتقاد میکنیم فلان. وقتی نوبت خودمون میاد میبینیم که همون کار ما میکنیم.
چرا وقتی میایم میگیم آقا چرا این کار کردی؟ آقا دیگرها چه خواهند گفت، جامعه چه خواهند گفت، ما به صورت تنها زندگی نمی کنیم، فلان و علان از این حرفا. یکی از مثالی که در این برخی از کتاب ها میارن، یکی از علمای بزرگی که اصلا قضیه مثلا قرآن خوندن روی میت رو اصلا انکار میکرد که نباید قرآن برای زندگان هست نه برای مردگان. تعریف که مردی که برو سر قبرش به اصطلاح افراد کرایه کن، قرآن کرایه بخون، چه فایده داره؟ میگن وقتی خودش وفات کرد شاگرداش رفتن باز سر قبرش نشستن قرآن میخونن. یه به اصطلاح عادات و رسوم تنابه های وهمی که ما گردن خودمون گذاشتیم، وقتی که میخوایم بازش کنیم یادمون میره بازش کنیم. اینه که الان در این مسئله ازدواج ما حاضریم وقتی میخوایم الان چند وقت بعد ما میریم دنبال قربانی، هر یکی از ما 100 جا به 100 رمه دست میکشیم تا یک گوسفند مناسبی انتخاب کنیم که این رو قربانیش کنیم. اما وقتی میخوایم قضیه ازدواج باشه حاضر نیستیم که به اصطلاح 2-3 بار بریم سر بزنیم دختر رو ببینیم، 3-4 بار من صاحب دختر از این ور و اون ور بپرسم از اخلاق پسر، از به اصطلاح رفتار پسر، از خانواده پسر، اصل و نسبش و همه این مسائل رو مد نظر داشته باشم. اینا رو رد میشم، بهش بها نمیدم. یعنی اومدیم اینطور شدیم که بعضی وقتا بعضی از خانواده ارزش دخترشون پیششون کمتر از ارزش یه بز است که میرند از بازار میخرن. پس ما یه مشکلاتی داریم، یه مسائلی هست که ما همچین سرسری میخوایم اونا رو طیش کنیم. وقتی میخوایم که آقا یک دختر مناسب برای پسرمون انتخاب کنیم، خب گفتیم مسلمون باشه، خب مسلمون خانواده خوبی هست و فلان اینا. گفتیم که آقا آدم صالحی باشه، مناسب باشه. وقتی اومدیم مناسب رو در چه معیاری میخوایم بفهمیم؟ مناسب تو خوشگلیشه فقط؟ مناسب تو اینه که پدرش ثروتمند گردن کلفتیه؟ مناسب تو اینه که یه مدرک دانشگاهی مثل یه خروار مدرک جمع کرده؟ یا مناسب در اینه که یک زن مناسب هست، یک همسر مناسب هست؟ هر چیزی مناسبش ما وقتی میخوایم، آب که تو باتری ماشین میذاریم آب هست، بله، آب مناسب هست برای باتری ماشین. بله، آیا میتونیم اونو بنوشیم؟ هرگز. مناسب هست برای ماشینمون، برای باتری مناسب نیست برای نوشیدن ما. یا آبی که در رادیاتور ماشین میریزیم، آب دیگه که میاییم ماشینمون رو میشوریم باش. خب مناسب است برای شستن ماشین، اما مناسب نیست خودمون، شاید اصلا برای شستن خودمون هم مناسب نیست و نمیدونم برای نوشیدن هم مناسب نیست. یک قلم مناسبه برای نوشتن، اما مناسب نیست که من گوشمو باش بخارونم. خب هر چیزی برای جای مشخصی به اصطلاح مناسب هست. وقتی میگیم صالح، پس این صالح در همون جا و مکان خودش تعریف میشه، در حیطه فعالیت خودش. حیطه فعالیتش چیه؟ یک قلم حیطه فعالیتش چیه؟ حیطه فعالیت اینه که این کسی این قلم رو درست کرده، هدف این بوده که این قلم بنویسه. بله. حالا اون کسی که این زن رو آفریده، خداوند این زن رو آفریده که چی بشه؟ این زن رو آفریده که یک همسر مناسب باشه، یه مادر بهترین باشه، یه خواهر ایدئال باشه، یک همسر ایدئال باشه، یه دختر ایدئال باشه. پس خداوند متعال به زن، به مرد یک مسئولیت هایی داده. آیا این زنی که من میگیرم برای این مسئولیت ها ایدئال هست؟ اون زنی هست که برای فردای فرزندان ما مادر بهترین هست؟ اون زنی هست که برای من همسر بهترین هست؟ یا اون زنی هست که نه آقا فقط پولش خوبه، پدرش پول داره؟ اون زنی هست که شکل و قیافش منو جذب کرد؟ خب اون زنی هست که نمیدونم مدارک خوب داره؟ خب این مسائل رو مثلا وقتی که ما میایم انتخاب همسر میکنیم اینا رو باید مد نظر داشته باشیم که نکنه یه ازدواجی صورت بگیره که مبانی و ارزش هایی که گذاشتیم برای اون انتخاب ارزش های پوچی باشه. اگر ما بر مبنای ارزش های پوچ ازدواج کردیم، بر مبنای مسائل پوچ هم طلاق میدیم. طبیعتا چیزی که به اصطلاح انتخابش دوری باشه. وقتی میخوایم بگیم مثلا زن صالح باشه، زن به اصطلاح با عفت باشه، عفت مهمترین ارزش هست در زن. در مقابل این در مرد نه، در مرد مهمترین چیزی که برای مرد بها داره آزادی است. یعنی چی؟ یعنی مرد مدیره. طبیعت مرد
برای اداره است. مدیریت به اصطلاح مدیریت به معنای دیکتاتوری نیست. ما یه هواپیمایی رو میخوایم بپرونیم چیکار میکنیم؟ یه خلبان نیاز داریم. کمک خلبان هم داریم. درست. که اگه اون خلبانه یه وقت خوابش برد، نمیدونم باتریش تموم شد، سکته کرد، مرد، چیزی برای سرش اومد، کسی دیگه باشه که این مسیر رو ادامه بده. شاید کمک خلبان ما خیلی هم فرستر باشه از خلبان، درسته. خیلی هم شاید زرنگتر باشه، اما ما یه خلبان انتخاب کردیم. تصمیم نهایی رو خلبان میگیره، مدیر اصلی خلبانه و اگه با هم در افتادن دیگه میزنن به ابری، به جوی میزنن دیگه حتما ور میندازن 600 نفر رو تو هواپیما. در مثلا خانواده دیگه همینطور. مرد مدیر هست، مرد وظیفه داره که سکان این کشتی رو به دست بگیره. حرف نهایی از مرد هست. زن خب اینجا چیکار میکنه؟ مشوره میده، اما نه مشوره‌ای که مرد احساس کنه که دخالت کرده. هر مردی باشه. بعضی از مردا هستن که به اصطلاح خودشون رو نرم میگیرن، نمیدونم چشم پوشی میکنن، تغافل میکنن. زنه که به اصطلاح مدیریت خانه رو به دست میگیره، فلان میگیره. گمان نکنید که این مرد اینو یادش رفته، اما از دلش خدا خبر داره. یه وقتی میاد که این منفجر میشه. به یه بهانه‌ای، به یه چیزی میبینیم که منفجر میشه. این ذات مرد اینطوریه، اینجوری خلق شده. در مقابل چی؟ این زنی که به اصطلاح مدیریت میکنه، این زنی که بیاد قلدربازی میکنه، مردش رو تو دست گرفته، این سعادت نداره. چرا؟ چون فطرتاً زن نیاز به چی داره؟ نیاز به احساس امنیت داره. زن میخواد که احساس این به اصطلاح براش یک احساسی توش باشه که کسی هست که هوای منو داره. در مشکلات کسی هست که تنها نیستم من. این زن خوشبخته وقتی که احساس امنیت میکنه، وقتی خودش رو زیر سایه حمایت یک مردی میبینه. دقیقاً. اما در مقابل حالا این مرد اومد چی؟ این نقطه رو از دست داد. این زن دیگه الان حتی اگر دستور بده که آقا این کارو بکن، نمیدونم فلان کن، این مردم بشه نوکر دست و پاچه بسته به سن این زن. خب این هرگز اون زن احساس خوشبختی نمیکنه، چون اون پناهگاه رو، اون به اصطلاح کسی که به اصطلاح امنیت رو بهش میده، احساس آرامش رو بهش میده، رو از دست داده. اینجاست که باید ما شناخت داشته باشیم از طبیعت یه مرد، از طبیعت زن. مرد هم هیچ خوشش نمیاد که زن بیاد براش امر و نهی بکنه. حالا این زنه به اصطلاح فیثاغوریس هم باشه، نمیدونم عالم دهر باشه، نمیدونم فلان باشه، مرد هم چوپونی باشه. با این وضع مرد نمیخواد که زن بیاد روش امر و نهی کنه، این کارو بکن، اون کارو نکن، سلب آزادیش کنه. مرد میخواد که مثلا وقتی که تصرف میکنه، یک کاری رو میکنه، آزادانه این کار رو بکنه. کسی اون رو به اصطلاح اینی که بیاد بهش بگه چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، اینو خوشش نمیاد. برعکس خانم‌ها خوششون میاد که مرد بیاد ازش بپرسه که چرا این کارو کردی. چرا؟ چون احساس میکنه که اگر اشتباه کرد مهمه براش اولا، و اینی که به اصطلاح هواشو داره، امنیتش پس اینجا حفظ هست. پس این مسائل رو ما وقتی که به اصطلاح ازدواج میکنیم، قضیه عفت خیلی مهم هست. قضایای دیگه که ما بهش اشاره داشتیم چی بود؟ قضیه مثلا گفتیم که از مسلمانی باشه، از زرنگی هم گفتیم. بله. حالا اجازه بدید ما پس جناب دکتر تا با توجه به نکات مهمی که شما اشاره فرمودید که ما خلاصه بحث اینه که ما یک تجدید نظر باید بکنیم در تعاملاتمون، در اون عرف‌هایی که دستبالمون رو بسته، زنجیرهای غلطی که جامعه به خورد ما داده و خودمون هم قبول داریم که غلطه، اما وقتی مرحله عمل میرسیم خودمون توجیه میکنیم برای خودمون چپ و راست و این بر اون بر. از مسلمانی گفتیم، از موضوع بحث صالح بودن گفتیم که خانم باید صالح باشه و طبق تعریفی که شما فرمودید، یعنی وقتی که ما صحبت میکنیم که یک خانم، یک زن، بعد اون چیزی رو که در محیط خانه نیاز داره مرد، زن براش برآورده بکنه، که از به حال مهمترین بحثش اشاره فرمودید بحث رعایت حجاب و عفت هست و موضوع بحث این که اسرار خانه رو، اسرار خودش رو و حرمت و عفت و حیا و خودش رو برای شوهرش در غیابش و در حضورش حفظ بکنه و این که رسیدگی بکنه به امور خانه. این مسائلی است که بعد مطرح باشه. همچنین ما از زرنگی شما اشاره کردید. الان
مردی که میخواد بره خواستگاری، گرچه در برنامه گذاشتم اشاره هایی بشد، موضوع زرنگی رو مد نظرتون چی هست از زرنگی؟ الان من به عنوان یک پسر میخوام برم خواستگاری، سعی میکنم که خانمم زرنگ باشه. این زرنگی چیه؟ این زرنگی نمره ایه که توی دانشگاه گرفته، توی تحصیلاتش گرفته، توی کارنامه به نشون میدن. این زرنگی همون چیزیه که مادر و خاله و بیبی و دور بریای من میگن ماشاءالله از هر انگشتش 100 تا هنر میریزه. این زرنگی توی پختن برنج و خورشت و کیک و نمیدونم این مدل هاست. این زرنگی توی مدیریت اون بخشی هست که توی فلان اداره داره اداره میکنه. مراد از زرنگی چیه؟ دنبال چی باید بگردیم؟ ببینید ما وقتی که هدف از این شرط این بود، من میبینم یه زنی میخوام بگیرم که در محیط خانه با من را بیفته، بله. دست و پا چلفت نباشه، نمیدونم درکش پایین نباشه. قضیه به اصطلاح ریزنمراتش که به اصطلاح شما اشاره کردید، اصلا ریزنمرات، مدارک تحصیلی، اینها در قضای ازدواج زیاد بار نداره. چرا؟ چون که خیلی وقتا اینا نتیجه اون چیز هست که یک تو تیوار حفظ کرده، نمیدونم تقلب هم که تا دلت بخواد تو قسمت دخترها با عرض پوزش بیشتر از آقا پسرها هست به تجربه ای ما که در محیط دانشگاهی داریم. در هر مجموع خاطر اون پوشش خاصی که دارند و نمیدونم فضایی که دارند و تو تیوار بیشتری برای نوشتن تقلب و به هر حال ذهنیتشون برای حفظ ذهنیت دخترها خیلی قوی تر است از آقا پسرها. خود طبیعت زن اینطوری هست که خیلی به اصطلاح دقیق هست. زن طبیعت امر دقیق هست. دقیق هست به چه معنا؟ یعنی مرد، تصور کنیم که الان مثلا شما فرید رو میفرستید که برو ببین استودیو آماده است، خب یعنی بهش میگه دقیق تر بهش میگید برو ببین که مثلا تلویزیونی که تو استودیو روشن است یا نیست. میاد میگه که بله روشن بود. خب میپرسید که لامپا چی؟ لامپا که زدی بودن اونا هم روشن بود. میگه والله توجه نکردم. دنبال لامپا من خب اون میزه هم بود سر جاش. میگه من میزی ندیدم. اون صندلی‌ها و فلان این هیچی از اینجا ندید، چون فقط این تلویزیون رو دید. حالا در مقابل فرید رو نفرست، ساجد خانم منو بفرست که برو ساجد جان ببین که اون گلایی که اونجا هست مثلا روشون آب زدن، آب دادن، تازه است یا نه. بعد میاد شما از گلا نپرس، بپرس که این فرشی که زیر پا بود چه گلایی داشت، چه رنگ بود. میبینید که یک که اومد اینجا یه تصویر برداری کرد، یه عکسی گرفت، اومد تو حافظش، از هر چیزش میخوای بپرس تمام این رو حفظ کرد، همش یک به اصطلاح دیدن. طبیعت زن هست. خب حالا این قضیه به اصطلاح ریزنمراتش. پس میخواد بفهمید که مدرک نمیتونه دلیل به درک باشه. دقیقاً فلانی چون مدرک داره پس حتما درک و شعورش هم به اندازه مدرکش هست. این دوتا مقوله نمیتونه به همدیگر رو تایید بکنه. داشتن مدرک میتونه به اصطلاح که به اصطلاح مدرک باشه به ما کمک کنه که بفهمیم که مثلا آشنایش بیشتر زرنگ‌تر بود، امکان داره که زرنگ‌تر بود. اما هر جا مدرک نشانه بر درک نیست. هرگز. قضیه دیگه این که به اصطلاح من میخوام که بفهمم که چطور چست و چابوکیش چطوره. در این کار مثلا در خوشگلی مثلا من نمیگم که به حرف پدر مادر و خواهرم گوش کنن، اما در چست و چابوکی زن‌ها دیگر رو با یه بلند شدن میفهمن. کی مثلا شما رفتید به اصطلاح چی میگن بهش گواهینامه رانندگی بگیرید، پلیس میگه که آقا بزن بریم، تا حرکت کردی میگه بیا پیاده شو بعدی خب میفهمه. با یه حرکت شما فهمید که شما یه راننده بی‌پی هست. این چست و چابوکی رو خانم‌ها بیشتر میفهمن، اما منم برام مهم هست. خب حالا چطور من این رو بفهمم؟ من این رو میفهمم از قضیه داخل خانواده. وقتی رفتم اونجا دیدم حرکت مادر، خواهرها، حالا این بنده خدا خب از خجالت نمیتونه حرکت بکنه، پسرها، چست و چابوکی افراد خانواده، چون این خانواده مثل یه ماشین هست، همش با هم حرکت میکنن. یکیش زرنگ باشه دیگری هم باید زرنگ باشه تا به هم برسن، و الا دیگه به اصطلاح یه خانواده‌ای که همه زرنگ باشن یکیش به اصطلاح دست و پا چلفت باشه این خیلی کمه. محیط خانواده به اصطلاح مثل این موتور ماشین، همه باید یکی
مثلا فنا رو بچرخونه، یکی نمیدونم چی رو بچرخونه، همه چک 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 با هم. خب حالا اگه اومدیم یکی نقش لاستیک زاپاسو داشت چیکار می‌کنی؟ اینجاست که خب کمک میکنم دیگه. من از افرادی که رفتن دیدن، از خالم که رفت دید، نمیدونم از خواهرای این بنده خدا که ازدواج کردن، میرم تو خانواده اونا، با اونا سلام علیک درست میکنم برای کسایی که ببینید من میخوام الان داخل یک محیط باشم. تو این محیط فقط یه پیشمهری نیست. درست. تو این محیط دیگه من فردا مجموعه متکامل با هم دیگه زندگی میکنم. من الان دیگه رفتم ازدواج کردم، 5-6 تا هم داماد دارم، با جناق دارم، باید اینا رو هم با اینا هم سلام علیک داشته باشم. رابطه آینده من بیشتر با ایناست تا با پدر مادر این خانواده. نکاتی هست که خیلی ما اصلا توجه نمی‌کنیم احیانا به این حاشیه‌هایی که دور بر یک گزینه مناسب خب است. این عدم توجه ما یک مورد دیگه که ما مثلا الان مطرحش میکنیم همین قضیه حسب و نسب هست که با اصل و نسب باشه. وقتی میخوایم با اصل و نسب بشیم، بعضی از ما قضیه اصل و نسب رو اصلا ازش پرتیم. بابا ما فامیلمون امرا هست، فقط از امراها باید زن بگیریم یا از فامیلی که در تراز امراها باشه. این تراز رو کی؟ ترازوش کجاست؟ کیه که به اصطلاح برای ما میاد میگه که آقا فامیل امراها همسنگ با فامیل سلیمانی‌ها؟ کی این رو مشخص کرده؟ یه تصورات وهمی که ما داریم که یه زمانی ما امراها امیر بودیم، اون زمانا سلیمانی ها هم برای خودشون پادشاه بودند، پس ما یه خانواده همسنگیم. امروز چی؟ امروز وضع ما چطور است؟ وضع اونا چطور است؟ یه فامیلی که 100 سال پیش از جمله فامیل‌های افتاده جامعه بود، امروز وضعش چی است؟ این مسائل فامیلی و به اصطلاح قبایلی و اینا زیاد مهم نیست. اون چیزی که بهادار امروز وقتی ما میگیم اصل و نسب، همین خانواده است. مثلا دانشجویی داشتم، بنده خدا ازدواج کرده بود از چی؟ از یه خانواده‌ای که تمام برادرای این خانم قالتاق بودن، همشون هم وکیل دادگستری و قالتاقا و دزدای سرگردنه. خب این یه بار با همسرش مشکل پیدا کرده بود. خب تو هر خانواده‌ای وجود میاد، یه سر و صدایی شده بود و فلان. دختره هم برادراش خبر کرده بود، برادرها اومده بودن یه روز ریخته بودن این رو، هر 2 تا پا و 2 تا دست رو شکونده بودن و خواهرشون رو با 3 تا بچه‌اش گرفته بودن رفته بودن. حالا اگه مردی برو دنبالش. حالا اومده گریه میکنه، استاد ببین چه بلایی سر من اومده. گفتم حقته، مگه تو نمیدونستی از کجا داری زن میگیری؟ اینه که وقتی میگیم که به اصطلاح با اصل و نسب باشه، با اصل و نسب الان این خانواده هست. اینی که شما بگید از کدام فامیل هست، این کجا مطرح میشه؟ در اون جایی که اصلا به اصطلاح زندگی حالت قبیله‌ای داره. خب مثلا ما رفتیم از یک قبیله، حالا از امرا بگم که کسی ناراحت نشه، مثلا تصور کنیم که امرا همشون توی منطقه زندگی میکنن، حالت قبیله‌ای دارن، یک کسی یا 2 تا شخصیت‌های عمده درشتی دارن که اینا رو بهشون میگن مثلا کد خدا یا میگن که به اصطلاح فلان، حرفشون میره. اینجا این بها داره. چه بهایی داره؟ امنیت من رو بیشتر حفظ میکنه. وقتی که من دختر به این فامیل میدم، اگر خدایی نکرده احساس کردم به دختر من ظلم میشه، اگر احساس کردم به اصطلاح پدر پسر، خانواده پسر اهمیت نمیدن، خب این ریش سفید به دردم میخوره. وقتی میرم اونجا به اصطلاح میگم که شما امراها نمیدونم اسم و رسم داشتید و فلان داشتید، بر مبنای بزرگی و ریش سفیدی شما من اعتماد کردم دختر دادم به خانواده فلانی و الان به اصطلاح یه مقداری کدورت داریم و اینا. خب این ریش سفید وقتی دخالت میکنه در حل و فصل این مسائل بها داره. بیشتر از این نه. وزنی هست میتونه کمک بکنه. بیشتر از این نه. بیشتر از این اون چیزی که برای من مهمه، این خواهرای دختر، اخلاقشون، رفتارشون، پدر و مادر دختر، دامادای این فامیل، رابطه خود به اصطلاح پدر و مادر. هیچ وقت من توصیه نمی کنم شما برید از یک خانه ای زن بگیرید که مثلا تو اون خانه پدر و مادر اصلا مشکل دارن. یعنی چی؟ یعنی پدر و مادر طلاق گرفتن، نمیدونم یه مشکل دارن با هم قهرن خب فلانن. این جرم دختر چیه الان؟ جرم دختر چیه؟ اینجا اصولا فرزندان اون رسوباتی که تو خانواده هست اینها رو منتقل میکنن به خانواده جدیدشون.
فقط در یه مورد هست. آیا احساس نمی‌کنید ببخشید جناب دکتر میان پرانتز اگر بخوایم این گونه نگاه بکنیم یک خانواده‌ای که حالا مثلا پدر مادر طلاق گرفتن و فرزند مونده یا به هر دلیلی مشکل پیدا شده و جدا شدن که این رو ما در اولویت انتخاب قرار ندیم، آیا این بی‌عدالتی حساب نمیشه نسبت به فرزندان این خانواده؟ شما میفهمید که رسوب‌ها رو منتقل میکنن. خب حالا این بچه درسته که در یک شرایطی با یک بحران‌های روحی مواجه شده، اما خب به هر حال شخصیتش به عنوان یک شخصیت جداگانه، به عنوان یک فردی که خودش مسئول اعمال خودشه، رفتار خودشه، اخلاق خودشه، و چه بسا که ما مثال‌هایی داریم که از یک به تعبیر قرآنی یخرج الحی من المیت، اصلا از یک انسان مرده یک انسان زنده بیرون میاد. حالا چطور شما میگید که این رو پیشنهاد نمی‌کنید؟ ما به اصطلاح قضیه اولویت انتخاب رو میگیم. اولویت انتخاب اصل اولویت اینو نیست. اینا کل این به اصطلاح اطراف و اینا همه اهرم‌های کمکی است. اولویت اختیار ما روی خود فرد هست. وقتی ما اومدیم از همچنین خانواده‌ای می‌خوایم ازدواج کنیم، دو مورد رو باید خیلی خوب در نظر داشته باشیم. یکی منی که دارم ازدواج میکنم و ظرفیت خودم، درک و شعور خودم، یکی اون طرفی که میخوام انتخابش کنم. خب در این خانواده به طور مثال یک خانواده بحراندار هست، اما ما یه دختر عاقلی داریم که این بحران این رو ساخته، میدونه که نباید در اون هچلی که به پدر مادرش افتادن یا خواهرش افتادن بیفته. این اصلاً بهتر از اون دختریه که اصلا بحران ندیده است، این واکسینه شده است. اما باید این رو تاکید داشته باشیم که باید اینطور باشه. دوم اینی که منی که میام تو از این خانواده ازدواج میکنم که 3 تا داماد دارن، هر 3 تا دامادشون هم خانماشون رو طلاق دادن یا مشکل دارن یا نمیدونم فلان دارن. الان من باید بفهمم که این امکان داره که مثلا یه خانواده‌ای 3 تا داماد دارن، هر 3 تا به اصطلاح دخترها رو طلاق داشته باشن و هر 3 تا داماد هم مقصر باشن. احتمالش خیلی 30%. اما احتمال به اصطلاح اینی که مشکل با اونا باشه 90%. خب اینجا من طرف رو باید مد نظر داشته باشم و ظرفیت خودم رو که آیا با این وضع، با این هم دامادا، با این خانواده، با این خواهرایی که به اصطلاح طلاق بیوی هستن تو خونه هستن، با همه اینا من میتونم کنار بیام یا نه؟ من هم اول که اومدم تو به این بحران وقتی مشکل رو میدینم دیگه منم میشن یک نقطه‌ای به اصطلاح مثل اونایی دیگه. این مسائل رو باید خیلی با ظرافت و با زیرکی مد نظر داشته باشیم که خدایی نکرده ما هم دچار اون مشکلی نشیم که قبل از ما دچار اون مشکل شد. یکمی احساس میکنم که از موضوع اصلی رفتیم تو موضوع دومی، بحث زیرکی بود و اینکه ذکاوت و هوش رو مد نظر داشته باشیم. در این باب اگر بخواید یک معیار کلی مطرح بکنید به عنوان یک راهنما، چه مسائلی مطرح میکنید؟ من در به اصطلاح جلسه پیش مثالی دادم که طرف مثلا میاد تلفن میکنه و همه راز خانواده، همه اسرار خانواده کلا یه سر هست، یه راز هست. خب این زن زرنگ یکیش چست و چابوکیش هست، یکیش زود گرفتن به اصطلاح مفاهیم هست، یعنی کندی ذهنی نداشته باشه، نمیدونم مشکلات این چنینی داشته باشه. حالا میایید میگی که اون کسی که به اصطلاح کندی ذهنی داشته یا مثلا تیزهوشیش بیشتر از دیگران هست که مثلا قبل از دیگران به حرکت میفته، این هم یه معضله هست. خب اینا رو چیکارشون کنیم؟ ببینید در ازدواج معیارهای مرد در انتخاب خیلی مهم هست. همیشه معیاری نیست که تو سر من و شماست. یه مسئله یه طرفی اومد پیش حضرت عمر، همین عاشقای به اصطلاح سر خیابونی که با فیسبوک باش آشنا شده بودن، تلفنی که آشنا شده بودم، عاشقش شدم، ازدواج کردم، حالا میخوام طلاق بدم. گفت چرا طلاق میدی؟ گفت عشق تموم شد دیگه. گفت ببین پسرم، همه خانواده ها بر مبنای عشق ساخته نمیشه. یه ارزش های دیگه ای هست. من وقتی میرم از یه خانواده ازدواج میکنم، اون دختر رو میگیرم که اصلا مشکل داره، پاش مشکل داره، نمیدونم از نظر به هر حال یک مشکلات خلقتی هست، حالا یک مشکلاتی هست از طرف الله تعالی هست، یه مشکلاتی هست که به این صورت به وجود، یک مشکلات دیگه ای هست که مثلا مطلقه هست، بیوه هست، نمیدونم فلان هست. من الان
ارزشی که برای خودم انتخاب کردم یک ارزش عبادی هست. من فقط میخوام یه باری از این خانواده بردارم. من میخوام فقط چون که دختر عموم هست، کسی نگرفتش، کسی هم عمو اصلا عاشق من هست، عمو چشمش به من هست، من میخوام به خاطر صله رحم که شده این دختر عمو رو بگیرم. یه ارزش های دیگه ای هست. این ارزش ها خودش جنبه عبادی داره. ازدواج خودش عبادت هست. در این عبادت ارزش های دیگه ای هست که این رو پررنگ تر میکنه. این ارزش ها به خودی خودش ارزش داره، به خودی خودش عبادت هست، به خودی خودش ازدواج رو خوشبختی رو میاره. الان این مثلا دختر اومد برای من مشکل درست میکنه، نمیدونم، من اصلا از اول میدونستم. من وقتی که این رو انتخاب کردم میدونستم که این دختره فلان مشکل رو داره، میدونستم که این دختره مثلا 3 تا یتیم داره و میدونم به اصطلاح من که از پس بچهای خودم برنمی اومدم میدونستم که مشکل یتیم چی هست، بزرگ کردن یتیم چقدر و اصلا من باید نازشون رو بخرم. خب اما چون که خودم انتخاب کردم، چون که خودم این ارزش رو پذیرفتم، قبولش دارم، خوشبختم هستم. آسون تره برام. درکش برام آسونه چون که انتخاب خودم بودی. اینه که وقتی ما میخوایم به اصطلاح این مسائل رو مطرح میکنیم، زیرکی و هوش و اینها رو هر یکی یه معیارهای خاصی داره که اون معیار رو منم که انتخاب میکنم و میدونم که مثلا با شخصیت من تعریف میشه بیشتر. دقیقاً. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بدید به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم. برمیگردیم ان شاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه این موضوع و همچنین مطرح کردن برخی از سوالات و برخی از انتقادات شما عزیزان از موضوعات مطرح شده در برنامه‌های گذشته. همراه ما باشید. هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام وفي يدي يدها فتشعرني بكل أماني في وجهها أمل وملء عيونها هي نعمة الرحمن يا إخواني نمشي على درب السلام
فتشعرني بكل أماني. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لين الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. همچنان با شما هستیم با بررسی موضوعات بگم داغ، خالی از افاده نخواهد بود. موضوع داغ واقعا و موضوعی است که خیلی از عزیزان نظراتی دارن در این باب. به هر حال و آنچه که ما مطرح میکنیم در این برنامه حتی الامکان سعی میکنیم که در ضوء آیات کلام الله مجید و سنت رسول صلی الله علیه و سلم باشه و هیچ وقت هم نگفتیم که هر چیزی که در این برنامه مطرح میشه کاملا خالی از هر گونه اشتباه است. عزیزانی که نقدی دارن، انتقادی دارن، حتما با ما در میان بگذارید و با صراحت کامل در برنامه مطرح خواهیم کرد. هدف ما خدای نکرده این نیست که برخی از احساسات عزیزان رو، برخی از به هر حال نظریات رو بیایم و سرکوب بکنیم یا خدای نکرده اهانت بکنیم. هدف اصلاحه. هدف اینه که ما مشکلاتی رو که واقعا موجوده در جامعه ما با وجود داره بیایم با هم بنشینیم، مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم و در چارچوب دین مقدسمون و اون منابع اصیلی که ما داریم الحمدلله بیایم برگردیم به اون اصل و در همون چارچوب، در همون فضا ببینیم که چگونه میتونیم که این مشکلات رو بهتر و بهتر حل بکنیم. اگر احیانا عرف جامعه، احیانا نظریات شخصی من، اگر احیانا به هر حال اون چیزی که تو ذهن من هست، اگر احیانا برداشت و دید من نسبت به اطرافیان، نسبت به جامعه دیدی است که به هر حال سبب شده من یک رأی خاصی داشته باشم، نظری داشته باشم، اینها رو اگر دیدیم واقعا در چارچوب فراتر از چارچوب شرع مقدس اسلام هست، به طبع همه ما باید تسلیم بشیم بهش و راه درمان همه این مشکلات این است که ما بیایم و در چارچوب دین مبین اسلام و آیات کلام الله مجید و زندگی گوهربار رسول صلی الله علیه و سلم و اصحاب بزرگوارشون که الگوی ما هستن در چارچوب اینها مطرح بکنیم. و ما در این برنامه هم بارها مطرح کردیم خدمت عزیزان که از گفتن هیچ حقیقتی که کمک میکنه به ما در حل مشکلات موضوع برنامه ما هیچ وقت شرم و حیا نکردیم و خیلی صریح موضوع رو مطرح کردیم و شاید همین صراحت لهجه ما سبب شده برخی از عزیزان از ما آزرده خاطر هم شده باشن که شما مناسب نیست با این لحن بیان بکنید. اما
درد رو وقتی که در جامعه هست اگر ما نیایم و نشکافیمش نمیتونیم که زخم رو اون گونه‌ای که حقش هست، عفونت هایی که در این زخم وجود داره، اون ویروس هایی که در این زخم داخل شده و سبب عدم التیام این زخم و خوب شدنش میشه، نمیتونیم مشکل حل بکنیم. مجبوریم این زخم رو بشکافیم تا جایی که نیاز هست و تا جایی که به هر حال چارچوب فضای رسانه به ما اجازه میده و دنبال راه حل باشیم. مشکلی که همه ما باش درگیریم و مخفی کردن این مشکل ما رو حل نمیکنه. ما نمیتونیم با پشت گوش انداختن و با فقط اینکه چون من خوشم نمیاد و چون با مزاج من سازگار نیست بیایم و برخی از حقایق رو نادیده بگیریم. اجازه بدید برگردیم سراغ اصل موضوع خودمون درباره صفات مناسبی که خوبه انسان مد نظرش باشه و مهمه و باید مد نظرش باشه که در انتخاب همسر کمکش میکنه. به بحث دینداری اشاره کردیم، همچنین به بحث موضوع صالح بودن اشاره کردیم، به بحث ذکاوت و هوش اشاره شد، به بحث حسب و نسب اشاره شد و موضوع دیگری هم مد نظر هست که جناب دکتر اشاره خواهند کرد. جناب دکتر موضوع جدید. البته اجازه بدید که من یک سر رو هم اینجا فاش کنم. تقریبا 2 سال اندی پیش وقتی که ما می‌خواستیم این سلسله برنامه‌های سفره دل رو شروع کنیم، طرح این برنامه اصلا با استاد سلیمانی بود که با عمق مشکلاتی که تو جامعه هست بیشتر سر و کله زده بود و به اصطلاح درد رو احساس می‌کرد و حرف این بود که ما یک آکادمی درست بکنیم، یک پروژه‌ای برای به اصطلاح جوونا که یک مدرک بگیرن، با این مدرک برند ازدواج کنن. چون این مورد رو ما در مالزی داریم. بعد از اینکه به اصطلاح مدرک ازدواج مطرح شد و در مالزی الان درصد طلاق خیلی خیلی پایین اومده. در ترکیه الان این زیر بحث هست، در خیلی کشورها این یک موردی هست که جامعه مدنی روش داره کار میکنه و همچنین به اصطلاح کشورها که قبل از ازدواج کلاس هایی رو باید الزاماً میرن رد بکنن و امتحان بدن، مدرک بگیرن تا اجازه ازدواج داده بشه. دقیقاً. ما همچین کاری رو می‌خواستیم بکنیم و این سلسله برنامه‌ای که پیش رفتیم تقریباً همین مورد رو مد نظر داشتیم. حالا تا در آینده بتونیم یک این پروژه عملی بشه. تا اون وقت انشالله من توصیه می‌کنم به همه جوونا، ما الان یک حدود نزدیک به 200 تا شاید برنامه رفته باشیم. حدوداً 200 برنامه. همه خانواده‌ها توصیه میشه کسایی که مشکل دارن در قضیه انتخاب همسر، در قضیه ازدواج، در قضیه تربیت فرزندان، در قضیه تعامل بین زوجین و مسائل اینچنینی، همه اینها به اصطلاح ما یک ویژه برنامه‌های خاصی داریم که اینها تهیه شده و بعد از زحمت‌ها، تلاش‌هایی که دوستان به خرج دادن، مطالعاتی که در این زمینه شده، امید هست که عزیزان به اینها مراجعه کنن تا مشکلات اینچنینیشون رو برطرف کنن. از جمله ویژگی‌هایی که به اصطلاح در همسر خیلی مهم هست و این اولویت داره در پیش خیلی از جوونا، قضیه خوشگلی هست. حالا این خوشگلی چی هست؟ خوشگلی یه چیزی که به اصطلاح از حکمت‌های الهی است تا روند زندگی به پیش بره، اینه که خوشگلی در چشم ماها نسبی هست. اون چیزی که پیش من خوشگله شاید پیش شما خوشگل نباشه، اون چیزی که پیش شما خوشگله شاید پیش به اصطلاح من زیاد پسندیده نباشه. به این صورت روند زندگی میچرخه، حکمت الهی است. دیدها متفاوته، دیدها متفاوت است. واسه همینه که در این دید شرع مبین اسلام اجازه نداده که مثلا من بگم که آقا مادرم بره ببینه. نه خیر، به من اجازه داده، به من گفته شده برو ببینش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کرد. این از سنت است که حالا من باید اون کسی که میخوام به عنوان همسری انتخاب کنم اون رو باید ببینم. این از سنت هست. خلاف این رفتم، خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم. آقا من پدرم غیرت من اجازه نمیده، بی خود کردی که غیرتت اجازه نمیده. غیرتت شما بالاتر از شرع رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه، این جهالت هست. جناب دکتر، این موضوعی که برخی از بینندگان حالا روش یک تعلیقاتی هم داشتن و حالا تعبیر انتقاد بگم شاید صحیح تر باشه، راه همین موضوع بحث دیدن و تاکید دیدن در برنامه گذاشتم. شما خیلی تاکید کردید روی این مسئله، الان هم از ابتدای سخن همینطور بر تاکید، بر اسب تاکید سوار شدید و دارید میتازید. موضوع مطرح کردن عزیزی، مطرح فرمودن که
آنچه که شما مطرح میکنید الان نسبت به آنچه که گذشته، ما الان بله در شهر مقدس اسلام هست، شکی هم در این نیست، سنت رسول صلی الله علیه و سلم بوده، به صحابه فرمودن که برید ببینید. اما خب آیا شما الان عصر ما رو با عصر صحابه مقایسه میکنید، جوانان ما رو با جوانان صحابه مقایسه میکنید و آیا میشه که ما بگیم چون حضرت علیه السلام مثلا به فلان صحابی که الگوی در ایمان، در تقوا، در عفاف، مواظب چشمشه، مواظب دلشه، مواظب قلبشه، مواظب زبانشه، همه اینها رو ما بیم الان اینو تعمیمش بدیم در عصر و زمانی که الان فتنه همه جا رو گرفته و خب جوان ما حتی شاید نمازش هم درست حسابی نمیخونه، چشمش به هر حال مقداری میجنبه چپ و راست و قلبش رو کنترل نمیتونه بکنه، شاید فردا زبانش رو هم کنترل نتونه بکنه. آیا شما میتونید اینا رو با هم مقایسه بکنید که شما به این شدت دارید اینجوری برخورد میکنید؟ من میگم که در این مورد باید اولا شدت به خرج داد. چرا؟ چون که ترک کردن یک سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یک امر پیامبر چی شد؟ اونی شد که ما 70 تا شهید در احد دادیم. قضیه این که دین اون وقتا افراد اینطوری بودن، اینا همه وسوسه شیطانی هست. خداوند این دین رو برای ما گذاشته، آخرین سطر آخر این دین هم بود الیوم اکملت لکم دینکم. این دین شماست، کامل شده برای هر زمان، برای هر مکان. همین قوانین در اروپا ساری هست، در افغانستان ساری هست، در تاجیکستان و در ایران ساری هست. مناسب این جامعه هست، مناسب اون جامعه بود. اینی که ما بیایم بگیم که آقا اونا افرادی بودند و فرشته صفت بودند، آقا فرشته صفت بودند، خب نساء همسرای صحابه پیش کی حجاب میکردن؟ پیش صحابه، پیش ابوبکر و عمرها، پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. مادران مؤمنان پیش کی حجاب میپوشیدن؟ پیش صحابه، پیش. پس این معیار نیست. معیار اینه که این دین هست. طرف مقابل کی هست؟ آقا اینجا ما یه پوشش داریم، یه حکم داریم. طرف مقابل جبریل هست یا اسرائیل هست، هر دو تاش فرشتن. این حکم اینجا حکم است. من دخترم باید حجاب کنم. حجاب پیش نمیدونم صحابی هم حجاب میکنم، پیش یک انسان به اصطلاح عادی هم حجاب میکنم، پیش یک مؤمن هم در این حال این آقا این پسر من قبولش دارم، من این رو وقتی اومد خواستگاری دختر من یعنی چی؟ وقتی که من در و خونه رو به باز کردم بروش یعنی چی؟ یعنی اعلان موافقت کردم برای یعنی خواستگاری، از طرف من موردی نیست. حالا من مونده که آیا اون قبول میکنه یا نه. آفرین. پس حرف اون داره میزنه. درست. یعنی من قبول کردم که گفتم بیا خواستگاری، وگرنه نمیگفتم اصلا نه. یعنی چی؟ یعنی من قبول کردم که این دخترم رو خب بدون هیچ پوششی تقدیم این آقا بکنم. من قبول کردم که عفتم رو، من قبول کردم که حیایم رو در دست این آقا بدم. بله. پس این آقا رو من تا این اندازه قبول دارم. الان چی؟ الان چون که به اصطلاح مورد روی اون آقاست که حالا میخواد قبول کنه قبول نکنه یا نکنه. پس تا از طرف اون من اوکی بگیرم، از طرف من اوکی هست که من دارو باز کردم بروش، از طرف اون هست. چون که اوکی از طرف اون نشده، من یک به اصطلاح چارچوبی گذاشتم، یا دین برای من یک چارچوبی گذاشته که آقا من به اون اجازه بدم تا دختر من رو اونقدر ببینه که ما یدعوه الی نکاحها، تا اون مطمئن بشه که ازدواج بکنه. یه بار اومد بله سلام علیکی شد و فلان هست و اینان، تسلی نشد، گفت آقا ما دوباره میاییم. به روز بعد مادرش و خالش و نمیدونم پدرش و عموش رو گرفت و اومد نشستیم و چای خوردیم و به اصطلاح پسر حرفی زد و انتظار داشت ما حرفی بزنیم و دختره یه چیزی گفت یا نگفت. رفتن. آقا دل پسره هنوز مطمئن نیست، استشاره کرد، گفت عمو جان ببخشید شرمنده، ما میایم یه بار دیدن شما چای خوردن. اهلا و سهلا. آقا 50 دفعه اومد، 100 دفعه اومد، بعد از اون مطمئن شد. اهلا و سهلا. اینی که من بگم آقا یه بار دیدنه، هیچ دلیل شرعی ما نداریم که آقا یه بار ببینه. اینی که طرف ما یدعوه الی نکاحها، تا وقتی که بیاد مطمئن بشه تا از این خانواده خواستگاری کن. اینی که من بیام به عنوان دختر یک چارچوبی بذارم
و من خودم حاضرم که دخترم رو به اون بدم، الان حرف اون هست. خب این حرف که من بیام اینجا بگم که دختر این زمونه اون زمون، بابا همونطور که پسر اون به اصطلاح پسر این زمون ابوبکر نیست، همونطور دختر منم عایشه نیست. درست. خب پس این وسوسه هایی که به اصطلاح شیطان میاره به روی ما میندازه، این رو نباید بها بدیم. اینها به قول امام ابن القیم اینها تلبیس ابلیس هست. اینها چیزایی هست که ابلیس ما میخواد، شیطان ما رو میخواد از اون جاده اصلی رها کنه. همین معنی که به اصطلاح این شرط رو میذارم برای کی؟ برای این آقایی که میخوام دخترمو بهش بدم. این شرط رو نمیذارم وقتی میخوام برم شناسنامه برای دخترم بگیرم. این شرط رو نمیذارم وقتی میخوام برم پاسپورت بگیرم. این شرط رو نمیذارم وقتی میبرمش پیش دکتر که چی. خب اونجا شاید گفته بشه که مجبوریم. اینجا که مجبورترم. اینجا مجبور نیستم، نمیخواد اصلا نبینه، میخواد ببینه، میخواد نبینه. خب نمیخواد ببینه، پس در خونتو ببند، کسی رو راه نده. خب پس دخترتو بذار واسه خودت، نمیدونم سرکه باش درست کن. نه خب این نشد. وقتی ما میگیم یک قید و بندهایی ما داشتیم برای خودمون، یک عادات و رسومی داریم، آقا این عادات و رسوم یک جمله کامل این رو با خودمون بذاریم. آقا شما باش رأس حکمت و دانایی، آقا باش ابوالحکم، ابوالحکم باش. اما وقتی که اومدی حکمت و دانایی و عقل و درایت خودت رو اول گذاشتی، دین رو پشتش گذاشتی، اسمت شد ابو جهل. این ابوالحکمی که خداوند ابو جهلش کرد، جامعه اسلامی ابو جهلش کرد، واسه چی ابو جهلش کرد؟ مگه چی نبود؟ بابا سردار قریش بود، حرفش حرف اول بود تو قریش، اما چون که دین رو پشت سر گذاشت شده ابوالحکم. خب برگردیم سر موضوع خودمون که فرمودید بحث زیبایی و اون تعبیر خودمونی خوشگلی. خب این خوشگلی از دید افراد فرمودید که متفاوت است، یعنی معیارها برای هر فردی فرق میکنه. معیارها در آقا پسرها فرق میکنه. بیشتر آقا پسرها شکل ظاهری رو میبینن. معیار در زیبایی در بین آقا خانم دخترها فرق میکنه. سرکار خانم‌ها بیشتر معیار زیبایی رو در صفات مردانگی طرف میبینن. شما تعجب میکنید که مثلا آدمای با محاسن خوب، ریشدارا خیلی بیشتر مورد پسند به اصطلاح دختر خانم ها هستن. چرا؟ چون که سیمای مردانگی که خداوند در مرد گذاشته در اونها بیشتر تجلی میکنه. و حالا شما چون ما جفتمون محاسن داریم دارید تعریف میکنید، شاید کسی که محاسنش کوتاه میکنه مخالف باشه برای من. نه خیر، این طبیعت فطری انسان هست. ببینید کسی که محاسن کوتاه میکنه، من یک چیزی بگم از نظر بحث شرعیش رو بذاریم کنار، بحث شرعیش رو با کاری ما رو با بعض دوستان در نندازیم. بحث روانی و بحث عرفی که خودمون مطرح کردیم در بحث مبحث روانشناسی تا و هرچه مرد به سیمای مردانگیش که ذکوریت هست به این انس بیشتر داشته باشه، از شکل و قیافه و نمیدونم شیوه راه رفتن، شیوه برخوردش، نمیدونم نحوه پوششش، اینا به همین اندازه قدرت مردانگی یا قدرت جنسیش بالاتره. و همینطور هرچه زن به سیمای زنانگی که همون انثویت باشه، عفت و پوشش و نمیدونم شیوه حرف زدن و حفاظت از خودش باشه، به همون اندازه از قدرت به اصطلاح خصوصیت انثویش بیشتره. چرا مثلا میبینیم که آقایی که نمیدونم ریش چارتیق میزنه و نمیدونم شکل و قیافش مثل زنا در میاره، آخر خودشو میکشه، نمیتونه 2 تا فرزند بده تو جامعه. آقای دیگه ای که نمیدونم وضعش مردانگیش بهتره، مثلا در زن بچه میاره. خب این که برمیگرده به بخشایش هم که به هر حال بحث حالا نمیتونیم کلی بگم جناب دکتر، من تو این زمینه اجازه بدید من یک بخش مخالفتی با شما بکنم، چون به اصطلاح بحث هورمون‌های مردانگی خب به هر حال یک کسی رو همینجوری خلق میکنه، حالا ریش داشته باشه نداشته باشه به هر حال پیش میاد دیگه. اینو بحثو یک کمی زیاد پررنگش کردید فکر کنم. یه مقداری به اصطلاح این رو باید مد نظر داشته باشیم. در هر حال قضیه به اصطلاح زیبایی یه زیبایی ظاهری هست. به هر حال در کل این زیبایی در این که شک نیست که به هر حال طبیعتاً از طرف خانم ها مرد هر چقدر مردتر باشه خاطر خواهیش بیشتره طبیعتاً. خب و هر چی هم به اصطلاح همونجوری که مرد دوست نداره خانم مثل مرد باشه. یعنی اگر خود مرد هم وقتی که نگاه میکنه بحث سیمای خانم براش مطرح هست،
هر چقدر سیمای خانم مردانگی باشه شاید برای مرد جذابیت نداشته باشه. یه مورد دیگه هم هست. ببینید معیار زیبایی فقط در شکل و قیافه نیست. زیبایی در عفت هم هست، زیبایی در نمیدونم اخلاق هست، زیبایی در سلوک هست، اینا همه زیبایی در نحوه دینداریش هست، همه اینا هست. اما یه چیزی که مهم هست که آقا پسرها باید خیلی روش دقت کنن اینه که این زیبایی سیمای ظاهری این زیاد نباید کل به اصطلاح نمره رو به این بدن. خب خوشگلی وقتی سیمای ظاهری کلش نباشه معنی دیگه چی میتونه؟ ببینید این خوشگلی که به اصطلاح فقط اگر ما 100% رو دادیم به خوشگلی، معیارهای دیگه، ارزش‌های دیگه رو کنار گذاشتیم، اینو فقط 10% میدیم. یعنی از این به اصطلاح 100 نمره‌ای که 10 تا 10 تا منظورتون در کل یعنی که کل انتخابمون فقط به خاطر زیبایی شخص نباشه. چرا؟ چون که این زیبایی بعد از اینکه ما ازدواج کردیم می‌بینیم دور و برش خیلی از این زیباتر هم هست. طبیعتا بعد از اینکه ازدواج کردیم این زیبایی، چون که مثلا معیار این زیبایی قضیه به اصطلاح شهوت جنسی بود، این هم در ماه هفته به اصطلاح ماه عسل تموم شد و دیگه حکایت قبل از افطار. بعد از اون اومدیم چی زندگی معانی دیگه‌ای داره، ارزش‌های دیگه‌ای داره، رسم دیگه‌ای داره در زندگی. این چرا زیبا عادی میشه. خب همه چیزی به اصطلاح خوبه، خوشگله، ما به اصطلاح میونیم همین به اصطلاح اینا رو که روز اول گذاشتیم اینجا هی اینجوری دست می‌زدیم که چقدر خوشحالم میشینیم همچین نگاش هم نمی‌کنیم. خب اینطوری است که به اصطلاح یه مسائل دیگه‌ای بعد مطرح میشه، اخلاق مطرح میشه، دیانت مطرح میشه، قضايا اجتماعی مطرح میشه، رفت و آمد مطرح میشه، شیوه مدیریت خانه و فرزندان و فلان، اینا همه مطرح میشه. اون وقتی که دیگه طرف میمونه. اینه که ما میگیم وقتی میگیم زیبایی، همراه با زیبایی 3 شرط باید باشه. در دختر خانمی که به اصطلاح ماه شب 14 هست، یکیش اینه که به این زیباییش مغرور نباشه. که هر روز بیاد بگه که یعنی چی حرفا، یعنی چی من 100 تا خاطرخواه داشتم اونجا دم در خونمون به صف کشیده بودن، همه کپن دستش بود که منو بگیرند، حالا من نمیدونم بخت منو به چی بدبختی زدن که گیر تو افتادم. هر روز بیاد این زیباییشو به رخ من بکشه و دیگه به اصطلاح بخواد منو با همون شلاق زیباییش بزنه. میخواید بگی خوشگلا مغرورن؟ همه خوشگلا نه، اما باید اون خوشگلی که من انتخاب کردم نباید مغرور باشه که فردا زیباییش اصلا نباشه منو با اون نزنه. دوم اینی که این زیباییش مال خانه‌اش باشه، مال خیابون نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینی که این زیباییش زن باید فرشته باشه برای همسرش، در بیرون عفت، در جامعه عفت، در جامعه پوشاکش فلانش، اینی که زیباییش رو به اصطلاح بشه علف هرزه چشمای دیگران، چشمای گرسنه گرگا، اینو هیچ مردی نمیتونه برداشت کنه. سوم اینی که این زیباییش پوششی داشته باشه از ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های اخلاقی. این زیباییش در کنار این زیباییش عفت داشته باشه، عفت کلام داشته باشه، عفت برخورد و سلوک داشته باشه، در کنار این زیباییش عقل و درایت داشته باشه، در کنار این زیبایی اون صفت‌های دیگه که گفتیم داشته باشه، سال مناسب باشه برای ازدواج و یعنی فهمید خوش صورت، خوش سیرتی باشه. دقیقاً این چیزی هست که به اصطلاح هر مردی دنبالش هست و هر به اصطلاح سوژه این چنینی مورد پسند هر جوونی. حالا بحث از زیبایی بود و چهره و شخصیت. حالا اجازه بدید چون گرچه ما بیشتر تاکیدمون روی بحث خانم ها بود، حالا آقا چی؟ مثلا حالا آقا میره برای خواستگاری، الان شما فرمودید که خب زیبایی ملاکه و باید حتما این زیبایی در چارچوب شهر و در محیط خانه و کنترل شده برای شوهر باشه. طبیعتا هر چقدر که به هر حال خانم یک شخصی از جمال بیشتر برخوردار باشه، حساسیت شوهرم و مردش هم نسبت به رفتارهاش و برخورداش بیشتر میشه و خدای نکرد اگر کوچکترین مسئله شک برانگیزی پیدا بکنه چه بسا که به طلاق و مسائل مصیبت‌های دیگه هم گرفتار میشه، خصوصا با بحثایی که مثل فیسبوک و صفحات و عکس و مکس این چیزا مطرح میشه. اما از اون ور چی؟ خب مرد در بحث جمال و زیبایی، آیا برای خانم باید مهم باشه زیبایی یک مرد، زیبایی ظاهری، یا نه اینجا در بحث مرد اونقدر نباید حساسیت نشون داده باشه از طرف خواهرها در بحث جمال و زیبایی، بیشتر همونجوری که شما اشاره فرمودید صفات مردانگی و اون
شخصیت فردی و اینها رو مد نظر قرار بدن. طبیعتا بحث ایمان و اخلاق اونو ما صحبت کردیم و در بالش به نتیجه رسیدیم، اما در بحث جمال مرادم هست فقط. در انشالله جلسه آینده اگر خداوند عمری داد و فرصت شد، ما روی ویژگی‌های یک داماد خوب برای هم صحبت خواهیم کرد انشالله. و یکی از ویژگی‌هاش هم همین است که به اصطلاح چون همونطوری که ما حق داریم دختر رو ببینیم، دختر هم حق داشته که به اصطلاح مرد رو ببینه و حرف آخر رو هم مرد نمیزنه. خیلی جالب است در قضیه ازدواج، حرف آخر رو مرد نمیزنه. مرد اومده درخواست داده، حرف آخر رو دختر خانم میزنه. نه پدرش، نه مادرش، نه همه دنیا. دختر خانم گفت بله بله شد، گفت نه نشد. و اون هم این مسائل رو به اصطلاح در مد نظر میگیره که هم که به اصطلاح شوهری که میاد خوش تیپ باشه. به طور عموم این حقشه. حالا یه خانمی هست که نمیدونم بپسنده به اصطلاح یه موارد دیگه ای که در سیکولوژی زن هست، اونا هم مهم هست که اونا رو به اصطلاح مطرح میکنیم انشالله در جلسه آتی. اونها مثلا اون چیزی که من خوش تیپ میبینم، شاید این دختر خانم زاویه دید دختر خانم غیر از زاویه دید آقا پسر هست. حالا چه بسا شاید موقعیت هایی هم داشته باشه این فرد که دختر خانم حاضر باشه که مثلا با وجود این که شاید لحاظ تیپ و قیافه اونقدر معیار آنچنانی نداشته باشه، ولی خب جوانب دیگه داره که باز ترجیح بده برای مواد. خب غیر از مورد خوشگلی اگر بتونیم جمع بکنیم بحث در همین برنامه، بحث مواردی که هست، من چند تا سوال هم از بینندگان عزیز هست، سوال مهمی که باید مطرح بکنیم. بعد از ایمان و حسب و نسب و زیرکی و بحث حجب و حیا و عفت و صالح بودن و خوشگلی میایم میگیم که باید یک خانم به اصطلاح تمیزی باشه، مرتب باشه. خانم تمیز خب محیط زندگی است. ما میخوایم یه زندگی با نظافت، با فرهنگ تمیز داشته باشیم. تمیزیش هم در اخلاقش نمودار میشه، هم در شکل و قیافش نمودار میشه، هم در به طور مثال مثلا ما تو دانشگاه 40,000 دانشجو داریم. همه یه 40,000 دانشجوی ما میدونن یکی از استادا هست، همه میدونن که خانمش خانم تمیزی نیست. خب چرا؟ از پوشاک اون مرد، از نمیدونم شکل و قیافش فلان، اینو همه رو خانم خانه است که مدیریت میکنه. خب من الان چطور بفهمم؟ رفتم به اصطلاح جای خواستگاری، چطور میفهمم که این دختره تمیزی هست یا نه؟ از شکل و قیافه خانه. و واسه همین من توصیه میکنم که حتما خانواده ها یه بارش رو حتما سرزده وارد خونه بسیار کسی که میخوان ازش خواستگاری کنن، حتما سرزده یه بار برن. بی انصافی نیست که اگر سرزده برن جناب دکتر. طبیعتا هر خونی هر چقدر که تمیز باشه، یک زمانهایی هست که به هر حال حالا بچه‌ها شوخی میکنن، حالا اعضای خانواده حوصله ندارن، یه وضعیتی هست که شاید به هم ریخته باشه. اگر بخوایم همون رو معیار قرار بدیم برای سنجش، بی‌مهری نمیشه. اون کسایی که سرزده میرن کیان؟ اونا خواهر مادر من شما هستن. اون مسائلی که به اصطلاح تو خونه ها هست که بچه‌ها رو سر هم میپرند و نمیدونم فلان، همونطوری که تو خونه طرف مقابل است تو خونه ما هم هست. درست. خب پس اینا رو همه رو به اصطلاح خانم ها زیر چشم دارن. تو این زمینه من تسلیمم. تو این زمینه من تسلیمم. خب میدونن که به اصطلاح خونه تمیز معناش چی است، خونه ریخت و پاش معناش چی است. اینی که به اصطلاح بچه‌ها رو کوله هم دیگه سوار شدن و این وسایل اسباب بازی رو این ور دارن بازی میکنن، معناش چی هست؟ این طبیعیه. وقتی که شما رو به اصطلاح آب آوردن دادن دستتون که به اصطلاح بفرمایید، همین که آبو گرفتید که بنوشید، میبینید که بابا این مارمولکی توش افتاده یا رنگ لیوان کثیف چرب نمیدونم فلان، میدونی که این خانواده چقدر تمیز هستن یا نیستن. از شکل و قیافه بچه‌ها، از نمیدونم فقیر بودن عیب نیست، اما کثیف بودن عیبه. درست. من یه لباس کهنه نمیدونم قبل از ازدواجم رو میپوشم، این عیب نیست، همینو دارم. اما این مدلش پایین باشه و مدلش پایین باشه و فلان باشه. دقیقاً. اما تمیز باید باشه. تمیز به اصطلاح، چون که این به اصطلاح فردا برای من مشکل ساز هست. وقتی که به اصطلاح دیگرها به من طعنه میزنن، وقتی در محیط خانواده من به اصطلاح این مسائل مطرح میشه، یه چیزی هست که به اصطلاح خیلی چیز ساده ای هست اما مشکل ساز است. این مسائل رو من مد نظر داشتم. نظافت.
غیر از نظافت. غیر از نظافت یه چیزی بسیار مهم هست، اونه که به اصطلاح اطاعت و فرمانبرداری از همسر، و این هم حد و مرزش رو خداوند مشخص کرده که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در معصیت خداوند هیچ اطاعتی از هیچ کس نیست. غیر از اون الان ما گفتیم که به اصطلاح مرد طبیعتش قوام هست. خب و خداوند زن رو در مسائل دیگه فضیلت داده. لیس الذکر کالانثی. مرد نمیتونه مثل زن به اصطلاح قوی و نیرومند و این باشه، اما در این مورد به اصطلاح مدیریت خانواده قوام مرد قرار داده شده. حالا این مرد چیکار میکنه؟ این مرد نیاز داره که یک کسی باشه که این وقتی که به اصطلاح میگیم این کارو بکنیم بکنه. خب الان تصور کنید من به اصطلاح یک برنامه‌ای دارم در تربیت فرزندام، یه برنامه‌ای دارم در مدیریت خانواده. حالا این برنامه بر اساس یک تجرباتی هست، بر اساس حالا خانم بیاد نه این مسیری که میریم نریم. خب چی میشه؟ میشه همون اتوبوسایی که تو فرودگاه هستن، یه فرمان اون ور داره، یه فرمان این ور. حالا یه راننده اون وری گاز بده، یا راننده این وری. آخرش به کجا میرسیم؟ اینه که حتی اگر این موردی که من میگم خلاف اولویت باشه، حرکت کردن بهتر از ماندن و بهتر از درگیر شدن است. خب حالا جناب دکتر، اینه که شما اشاره فرمودید من نوعی که الان مثلا خب ازدواج کردم در محیط خانه، حالا خانم من مثلا اینو گوش بکنه، خب براش میتونه بهتر استفاده بکنه از این هدف و از این حکایت. ولی من که الان هنوز ازدواج نکردم، میخوام برم برای خواستگاری. از کجا میدونم که این دختر خانم الان فرمان بردار من نوعی فردا بعد از ازدواج میشه یا نمیشه؟ من از کجا اینو تشخیص بدم؟ شما میفهمید الان موضوع ما خواستگاریه. شما بعد از ازدواج رو حالا بعد از ازدواج بعد خانم فرمان بردار باشه، آقا بعد این کار بکنه. من الان میخوام برم خواستگاری، از کجا میدونم که این خانم فرمان بردار من میشه فردا یا نمیشه؟ مورد اولی که راه رو برای من باز میکنه خود همین خانواده هست. باز برگشتیم به خانواده. در این خانواده مادر با پدر چطورن؟ آقا واقعا مادر فرمان بردار پدر هست؟ خواهرایی که ازدواج کردن اونا چطورن؟ اینا تقریبا 80% قضیه رو برای من روشن میکنن. خب بعد از اون من به اصطلاح خواستگاری رفتم. در این خواستگاری دیدی داشتم و فلان. اگر جو اون خانواده و فرهنگی ما اجازه داد، خب ما با هم یه مسائل رو مطرح میکنیم. درسته. از شیوه حرف زدن، از شیوه طرح مسائل باید من اینقدر دیگه این زیرکی رو داشته باشم که بتونم درک کنم که این به اصطلاح. اما در مجموع زن طبیعتش همینه. گفتیم که زن میخواد یک جوی دید زن از ازدواج غیر از دید مرد از ازدواج هست. قضایای جنسی که در مرد در اولویت هست، در زن در اولویت نیست. و در زن دنبال دختر دنبال تشکیل خانواده است. مرد در دید اولش رسیدن به هدف به اصطلاح شهوانیش هست. این هم طبیعتی است که خداوند متعال در مردها و زنها به وجود آورده که اگر نمی بود کیان خانواده اصلا به اصطلاح تشکل پیدا نمی‌کرد. حتی حیات بشر روی کره زمین دچار مشکل میشه. حالا اینی که فرمان برداری اصلا یکی از طبایع زن هست. چرا؟ چون که وقتی که این زن به اصطلاح احساس میکنه یک مدیری داره، یک به اصطلاح اهرمی داره که میتونه بهش تکیه کنه، این احساس خوشبختی هم میکنه. اینو چی به هم میزنه؟ به اصطلاح فرهنگ‌های وارداتی و نمیدونم حرفای اطرافیانی که میگن تو نمیدونم تو مگه نوکریشی و تو مثلا فلان هستی و از این حرفا. همین کسایی که شعارا رو میدن حقیقتا جناب دکتر باز در مرحله زندگی وقت زندگی رو شروع میکنن، هر چند بخوان تلاش بکنن که اونجوری که فکر میکنن زندگی بکنن، بعد در سالهای بعد به نتیجه میرسن واقعا که همون اصل زندگی مشترک و زیبایش در همون هست که این مراحل و این مراتب رعایت بشه، با حضور به هر حال همدلی و رعایت احترام متقابل و محبت و رعایت حقوق متقابل. غیر از فرمانبرداری دیگه حالا سوژه نهمی که ما قبل از اخیری که بهش اشاره میکنیم اون اینه که در قضیه ازدواج ببینید ما یک نوع قضایی هست که علم بهش رسیده و یک نوع قضایی هست که تجربه بشری بهش رسیده. بله. اونی که در اولویت ازدواج ما خیشان رو در اولویت قرار نمیدیم. یعنی چرا؟ چون که در مسئله قضیه ازدواج از خیشان، دختر خاله، دختر عمو، دختر فلان، اینا یک مسائل ژنتیکی هست که اینا نقش داره در آینده فرزندان.
بحث پزشکی و علمی ثابت اینا باید این به اصطلاح مواردش رو طی کنیم. آزمایش‌های پزشکی که هست، جایی که علم بشری به اون رسیده، اینا رو مو به مو طی کنیم. حالا ما میدونیم که تو خانواده ما یه بیماری هایی هست، یک نمیدونم کوتاهی هایی هست که اینها وقتی که تو فرزندان میاد نمود بیشتر پیدا میکنه. خب چرا ما خودمون رو تو این هچل بندازیم؟ یه فرزندی رو به اصطلاح میدونیم که فرزند احتمال اینی که فرزند معیوب بیاد خیلی زیاد هست. درسته. حالا ما چرا این رو نریم آزمایشش رو طی نکنیم، مسائل ابتداییش رو طی نکنیم؟ خب این آزمایش میشه این مسئله رو حلش کرد. یعنی این آزمایش این احتمال برای هر کسی وجود داره، گرچه در افراد یک خانواده مشترک نزدیکتر به هم این احتمالات بیشتر میشه در بعضی از بیماری‌ها مثل تالاسمی، اما خب در کل این احتمال برای همه وجود داره و علل خصوص در خانواده که میشه با آزمایش این موضوع رو حل کرد. آیا دغدغه غیر از این هم هست که شما میگید در اولویت نباشه خانواده؟ یک دغدغه بسیار مهمتر از این هست و اون قضیه خود صله رحم. اصلا ازدواج با خویشان یک مفهوم صله رحم قوی داره. خب من رفتم دختر عموم رو گرفتم فقط به خاطر اینکه عموم رو خوشحال کنم، این خانواده خوشحال بشه، نمیدونم آشنایی، خب به هر حال دختر عموم این خیشا دیگه رابطه مستحکم‌تر بشه، رابطه مستحکم‌تر میشه، نمیدونم برای من هم امنیتش بیشتره چون که بسیار بیشتر میشناسمشون، همدیگه رو بیشتر دیدیم، بیشتر شناخت داریم. اینا این جای خودش. اما یه مورد بسیار خطرناکی هست و اون اینه که اگر ما جفت هم نبودی باشیم، ما نتونستیم شخصیتمون به هم نخوره، شخصیتمون به هم نخوره، نمیدونم طبایعمون به هم نخوره، دیگر رو خوب نشناخته باشیم قبل از ازدواج، این مسائل اینجا باید حادتر باشه که ما باید دقیق تر در این مورد به اصطلاح وقتی اقدام میکنیم خیلی با احتیاط پا بذاریم. چرا؟ چون که اگر خدایی نکرده فردا بین ما مشکلی به وجود اومد، یک قطعی صله رحم خیلی بدی به وجود میاد. حالا شما تصور کنید هر خانواده‌ای که سراغ دارید، ببینید خانواده‌ای که مشکل برای به اصطلاح طرفین ایجاد شده، یعنی می‌بینید دختر پسر با هم مشکل پیدا کردن در بحث زندگی مشترک، دختر عمو پسر عمو با هم ازدواج کردن، به طلاق کشیدن، برادرها که عموها باشن از هم دیگه طلاق گرفتن، نمیدونم مادر بزرگا پدر بزرگا با هم مشکل دارن، کل سیستم خانوادگی به هم ریخته. چون علاوه بر بحث ازدواج یک رابطه خویشاوندی خیلی قوی قبل از ازدواج بین اینها بود که این ازدواج که اومده بود این رو جمعش بکنه و محکم ترش بکنه نتونست و این دفعه بیشتر از هم فاصله گرفتن. در ازدواج از به اصطلاح خارج از محیط خانواده اصلا ما هدفمون چیه؟ یکی از اهداف ازدواج چیه؟ وصل کردن دو خانواده. یکی از اهداف ازدواج این هست که دو خانواده کاملا از هم بیگانه رو ما آوردیم خیش کردیم. درسته. حالا اگر اینجا مشکلی به وجود اومد، اینو برمیگردن جای اول خودشون، با هم بیگانه شدن. خب در یک دو تا خانواده‌ای که با هم اصلا اینو یک فامیلن، یک خانواده‌ان، ما با ازدواج اینجا خواستیم فقط یک گرهی روی صد گره که هست بزنیم محکم‌تر بشیم. اما این گره خیلی خطرناکه. یه وقت این گره پاره شد، کل اون صد گره رو میزنه به هم، داغون میکنه، یه دشمنیایی به وجود میاد، یک نمیدونم قطع صله رحمی به وجود میاد که این قطع صله رحم پیش خداوند خیلی خیلی خطرناک هست که روز قیامت یعنی صله رحم میاد پیش خدایا، یا خدای من یعنی زاری میکنه تا خداوند متعال بهش میگه که آیا راضی میشی که اقطع من قطعک و اصل من وصلک؟ رابطه ما با خدامون با رابطه صله رحم است. صله رحممون رو درست کردیم، رابطه‌مون با خدا وصل شد. این رو از دست دادیم، رابطه‌مون با خدا قطع شد. پس این مسئله خیلی حاد هست. واسه همینه که حضرت عمر توصیه میکنه که از خویشاتون ازدواج نکنید، از دورا ازدواج کنید، این برای فرزندا بهتره. خب فرزندای بهتر و به اصطلاح نیرومندتر و قدرتمندتر و اینا عموما به اصطلاح میاد، تجربه بشری است. خب غالبا میگن تنوع اقوام حتی و قبایل هم میتونه که در فرزند تاثیر داشته باشه، هم در فرزند تاثیر میذاره، هم در به اصطلاح روابط اجتماعی قوی‌تر به وجود میاد. محیط ما اصلا که حکایت وصال حق هست، ما برای وصل کردن اومدیم، حالا میخوایم وصل کردن بشه جامعه به اصطلاح انسجام بیشتر پیدا کنه و فلان اعلان. آیا جناب دکتر ببخشید اینی که شما میفرمایید این خاطر به اصطلاح خطرهایی که وجود داره
میطلبه که ما بیشتر تاکید بکنیم. ما معنیش اینه که اگر کسی از نزدیکان، از عمو و خاله و دایی و عمه، همینه که نزدیکتر هستن، ازدواج کرد، به مشکل میخوره؟ نه، این به این معنا نیست که به مشکل میخوره. این به این معناست که من باید خیلی محتاط‌تر باشم. وقتی که من از دختر عموم ازدواج کردم، از دختر خالم ازدواج کردم، این رو تو ذهنم باید بکارم که قبل از ازدواج این رو تو ذهنم باید بکارم که من الان ازدواج میکنم و این ازدواج یک صله رحیمی هست که به هیچ عنوان هر موردی پیش بیاد نباید کوچکترین حرکتی اجازه بدم از من سر بزنه که قطع صله رحم بشه. اگر این ظرفیت رو دارم بسم الله، اگر این ظرفیت رو ندارم همون بهتر که خودم رو تو این دردسر نندازم که فردا خدای نکرده. پس میفهمید چون این مسئله خیلی مهمه و دو بعد داره. علاوه بر اینکه بحث ازدواج هست، یک مرحله مهمتر به اسم صله رحم است. اگر کسی ظرفیتش رو داشته باشه و بتونه که خیلی عالی، اگر نتونست حداقل اون صله رحمی رو که داره از بین نبره که اون به همین صله رحم میتونه بره بهشت. بله. اگر عنوان آخری هم دارید، چون من یکی دو تا سوال حتما باید بپرسم در این برنامه، چیزی مونده از این صفات بگید که ادامه بدیم یا من برم سراغ سوال بیرم؟ نقطه اخیر اینی که یه سوالی هست که همیشه زیاد روش بحث شده، گذرا بهش میگیم که آیا من کسی رو که میخوام به اصطلاح باش ازدواج کنم باید عاشقش باشم؟ خب ما گفتیم قبل از این که آقا نه نیاز هست که عاشقش باشی و نه نیاز هست که دوستش داشته باشی. دوستی و محبت و عشق بعد از ازدواج ساخته میشه. بیشتر دختر خانم ها همین رو میگن که من والله موردی ندارم، میخوامش اما دلهره دارم، نمیدونم دوستش دارم یا دوستش ندارم. حتی اونایی که میگن ما عاشقیم وقتی با خودشون میشینن بعد برمیگردن میگن واقعا من عاشقشم یا نیستم. خب در یک لحظات گفت و شنود و دوست دارم و فلان و از این حرفای به اصطلاح که همدیگه رو گول میزنن، حرفای ساختگی، وقتی از اینا دور میشن خودشون تو دلهره هستن با خودشون. حالا اونایی که عاشقن میدونن که واقعا هم وقتی که تنها میشید بعضی وقتا به دلت نمیاد که واقعا من دوستش دارم یا نه. یعنی این خودش بیانگری این هست که نه، قضیه یه چیزی هست، یه تمایلی هست، یک به اصطلاح احساس آرامیشی هست که ما این احساس آرامش یا تمایل رو اسمش رو گذاشتیم عشق، که این اشتباهه. عشق در بعد از ازدواج ساخته میشه وقتی که به اصطلاح ما اگر همه این موارد رو در نظر گرفتیم، به هر موردی این 10 تا مورد رو ما ذکر کردیم، به هر موردی 10 نمره دادیم، اومدیم آقا 80 بود تو به اصطلاح قضیه عشقش عاشقش هم یا نیستم ما 10 گرفتیم، به اصطلاح 90 شد 80 شد، بعدش عشق ساخته میشه، محبت ساخته میشه، خانواده خوشبختی رو برای همه شما آرزو داریم. آمین. البته جناب دکتر مواردی که شما اشاره که 10 مورد رو من احساس میکنم اگه اینا پیدا بشه که طرف همونجا عاشق قبل از ازدواج واقعا عشق رو تجربه میکنه اگر این شرایطی که فرمودید باشه. و این شرایط به طور عموم شرایط 95% از جامعه ماست. الحمدلله. یعنی ما در جامعه یک کمی دقت بکنیم این مسائل یک کم دقت کنیم این مسائل رو همه حل میشه. بیننده پرسیدن که نامزد دارم و خلاصه صحبتشون خواهری گفتن که نامزدی دارن که وضع مالیشون خوب نیست و خانواده دارن میخوان که دوره نامزدی اینها رو رابطه نامزدی اینها رو به هم بزنن فقط به خاطر اینکه آقا پسر وضع مالیش خوب نیست. چه توصیه‌ای دارید بهشون و چه پیشنهادی؟ اینه که به اصطلاح مرد یک کم قدرت مالی داشته باشه که بتونه به اصطلاح ازدواج کنه. قدرت مالی تا همین حد است که بتونه ازدواج کنه. قضیه به اصطلاح رو پای خودش وایسه. اگر مثلا پدر مادری ندارن که مثلا خونه بهش بدن، حداقل بتونه خونه ای رو کرایه کنه. خب این تا این حد به اصطلاح ما شرط میذاریم. بعد از این دیگه شرطای بیهوده است. چون که زندگی ساخته میشه و یکی از راههای کسب رزق روزی ازدواج هست. یکون فقراء یغنیهم الله من فضله. این حرف من نیست، حرف آقای سلیمانی نیست، حرف خداوند متعال است. پس وقتی که خداوند متعال میگه که من دارم روزیشون میدم دیگه ولی اینکه فقیرم باشه، تاکیدم فقیر، این موردی که به اصطلاح هست که به اصطلاح شما واقعا اگر خوشبختی دخترتون رو میخواهید و میدونید این آقا پسر مناسب هست، فقط قضیه اقتصادی هست، آخه بیایید اقتصادشو تامین کنید. شما مگه نمیخواید دخترتون خوشبخت باشه؟ چه اشکالی داره که بسیار داماد شماست؟ الان داماد یعنی چی آقا؟ ما یک تفاهم به اصطلاح مشکلی که تو مخمون داریم هنوز این موارد رو درک نکردیم. آقا داماد یعنی چی؟ داماد یعنی یک آقا پسری که یک خانواده، یک فامیل
عرق ریختن، این رو 25 سال 20 سال ساختنش، درستش کردن، دارن به من میدن و روز اولی هم که اومدن خواستگاری گفتن که ما اومدیم که اگر شما بچه ما رو به غلامی بپذیرید. دارن پسرشون رو به شما به پسری میدن. این معنای داماد هست. دختر گرفتن، مثلا عروس گرفتن یعنی چی؟ یعنی یه خانواده جگرگوشه‌شون رو که 20 سال آزگار، چند سال آزگار روش هزینه کردن ساختنش، این رو بدن به دختری به من مجانی. حالا من باید دستشون رو ببوسم. بله. بیننده دیگری پرسیدن که چرا با ازدواج کردن دین کامل میشه؟ چرا با ازدواج کردن دین کامل میشه؟ خب چون که خداوند متعال ما انسان‌ها رو اینطور خلق کرده که ما آیا ارتباط بین، شاید منظورشون ارتباط بین دین، ازدواج، یعنی ازدواج مسئله جسمی و جنسی، مسئله روحی اعتقادی مثل دین، ارتباط بین دوتا خیلی ارتباط هست. ببینید ما انسان هستیم، یک نمیدونم پیکر خشک نیستیم، یک جامد نیستیم. ما عاطفه داریم، ما احساسات داریم، ما یک غرایزی داریم. خب این غرایز باید اشباع بشه. همونطور که من گرسنم باید غذا بخورم، نخوردم چی؟ فقر، گرسنگی آدم رو به کفر میکشه. مسائل غرایز جنسی هم همینطور انسان رو از دین میزنه، منحرف میکنه. حتی نمازش نماز نمیشه. میان بعضیا اصلا بحث میکنن که آقا پشت سر کسی که ازدواج نکرده میشه نماز خون. یعنی چی؟ یعنی اصلا این ذهنش پرته. خب این آقا اینجاست و اینجا نیست. وقتی ازدواج میکنه این مسائل، یعنی این نه که وقتی ما ازدواج کردیم یعنی اینی که ما به اصطلاح یه خانومی گرفتیم صالح و نیکوکار که این نصف دین داشت، نصف دین ما با هم شدیم کامل. نه خیر، این خانومی که ما گرفتیم شاید اصلا پایبندی چندانی نداشت، اما همین اومدنش در محیط زندگی ما خیلی از مسائلی که ما رو، ذهن ما رو مشغول کرده بود اینا رو حل کرد. برای همین من به دانشجوام توصیه میکنم ازدواج کنن. میگم آقا ازدواج کنیم از درسمون میمونیم. برعکس، ازدواج کنید، اون مدت زمانی که الان شما تو حرفای چرند میدید، نمیدونم وقتتون رو ضایع میکنید، ذهنتون رو گرفته، اون مدت زمان رو اگر بیاید قیاس کنید با مدت زمانی که شما به خانواده و خانه و حالا 10 تا بچه هم داشته باشید برسید، میبینید که مدت زمانی که شما دارید ذهن میسوزونید کمتره. اونجا روغن سوزیتون خیلی بیشتره از اینجا که به اصطلاح آرامشی براتون میاره. بیننده دیگری فرمودن که چه موقعی استخاره کنم برای ازدواج؟ آفرین. قضیه استخاره خیلی مهم هست در ازدواج و در غیر ازدواج. صحابی میفرمایند که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینقدر، همونقدر که برای آموزش آیات قرآن کریم بر ما توصیه میکردن، بر استخاره به ما توصیه میکردن. استخاره یعنی یک نوع مشوره کردن با خداست، یک نوع کمک گرفتن از جانب خداست. قبل از ازدواج، قبل از دامادی، قبل از هر کاری که من انجام میدم، قبل از هر کاری که میخوای انجام بدی استخاره کن. و استخاره هم به این معنا نیست که بعضیا فکر میکنند استخاره میکنم میخوابم یه فیلم HD فول HD میبینم که بله برو خونه فلان درشو بزن دخترش آماده است بگیر بیارش. استخاره به این معنا نیست. استخاره به این معناست که من استخاره میکنم یه کاری رو بکنم، برم به اصطلاح خواستگاری فاطمه خانم دختر فلانی، خدای بار الله این برای من مناسبه یا نه. دعای استخاره معروف است، این رو دعا رو میخونم، بعد از اون میرم، نه اینکه منتظر فیلمه باشم میرم خواستگاری، مراحلش رو طی میکنم رسما. حالا اون چه که پیش آمد اون خیر منه. یعنی اگر دلم متمایل شد به سمت خواستگاری و ازدواج میرم، اگرم دلم سرد شد هیچ دیگه خیر من در این حالا دلم سرد میشه یا این مورد دیگه صد راهی به وجود میاد. من میرم خواستگاری، همین که رفتم اونجا میگم که برای پسرم تو خیلی پسر مناسبی هستی و ای کاش که هفته پیش می اومدی. متاسفانه آقا سلیمانی اومد و درخواستش قبول شد. دیواریم کوتاه‌تر از آقای سلیمانی نیست تو این مثال ها. خیلی ممنونم جناب دکتر احمد جان. وقت داریم هنوز یا تموم شد وقتمون؟ 10 ثانیه گذشته، همچنین به ثانیه هم داره حساب میکنه که ظاهرا دیگه چی بعد خداحافظی کنیم جناب دکتر. کلام پایینتون. فقط ان شاءالله با ما همراه باشید، همینطور که این چند جلسه در مورد ویژگی‌های همسر به اصطلاح دختر خانم گفتیم، ان شاءالله جلسه آینده سعی میکنیم در یه جلسه ویژگی‌های آقا پسر رو شسته رفته بگیم که بعدشون میریم برای برنامه‌های حج ان شاءالله. تشکر میکنم جناب دکتر. تشکر خاص من اسم نگیرم، یکی از بیننده‌های عزیز فرموده بودن که شما هی اسم میگیری فلانی و فلانی فلانی فلانی.
خب اسمشون نمیگم، کارشون میگم. تشکر از کارگردان محترم برنامه، تشکر از مهندس صدا، تشکر از فیلم بردارها، تشکر از دکوراتور. اینجا خیلی طولانی تر میشه، بگذارید همون اسما رو میگیرم. تشکر از همه عزیزانی که پشت صحنه دارن زحمت میکشن. تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو حتما با ما در میان بگذارید. چه موافقید چه مخالفید، حتما از راههای مختلف میتونید با ما ارتباط بگیرید. واتساپ، فیسبوک، از طریق تلگرام، از طریق پیامگیر صوتی، از طریق SMS و حتما ان در برنامه‌های پیش رو مطرح خواهد شد و ان شاء الله به جواب و پاسخشون دست خواهید یافت. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت رو مسئلت داریم و برای خودمون تا آخرین لحظه حیات استقامت و پایداری در مسیر توحید و رضایت الله متعال. الله یارو نگهدارش. تشکر. جزاکم الله خیرا. شکر الله لکم.